صبح جان ما در شهر روسیه زندگی میکنیم. من دو تا پسرک دارم، یکتاش 13 یکتاش و 9 ساله. من اینجا با یک تا و مچیت است مدرسه کشادگی من و مدرسه روان میکنم. امروی شوهرم اول بای مسئولیت کردیم که من همینا و مدرسه روان میکنم. اول راضی شد نیلش همون دورتر است 7 کیلومتر از من تو میروان میگویم. لیکن وقتی که دیر میشود وای میکند یا که یگان نافرمانی میکنند کودک هستند یگان گوش نمیکنند. اینا تو در این راه روی کردی این راه وای است یا وای میشوند جیمره میشوند یا که از وای نافرمانی میکنند نخیل میکنند. من از تو راضی نیستم. و یک وقت یک روز دیر میکند میگه که تو انه من خواتیر نیستا خواتیر شدی ایستادی و من از تو راضی نیستم که این کودکارا تو راه دراز برای این گرفتن راضی میکنیم. من میدانم که بسیار وقت ما بحث میشویم برای همین راه. من چند بار گوش نمیکنم روان میکنم گوش نمیکنم روان. الحمدلله از قریب الکه پسر که هم یک کار را حس میشود اینش هم انشالله که قرآن با میخوند. حاضر من که بایشم که من گناهگار هستم که همین چند کیلومتر گفته راه چند کیلومتر گفته؟ 60 کیلومتر. 60 کیلومتر خوارم. در خصوصا دولت روسیه پدر حق دارد که برای این چیز خواطر شود. برای 60 کیلومتر هر پدر حق دارد، خصوصا سن سالشون 13 ساله 8 ساله باشد. اینا تنها رفته می آیند یا کسی هست همراهشون؟ نه همراهشون هست. دو تا سه تا پسر دیگه خودشون کلانتر یک تا پسر خودتر 4 نفر شده. با این شوهرتون 100% حق دارند در روسیه. یک دویمش خواهرم میگه که یک پاره قرآن ازیاد کرد. بعضی خواهر و برادرای هستن که از طریقه زوم در داخل خونشان در یک ماه تا 3 پاره قرآن ازیاد میکند فرزنداشون. مادامی که شوهرتون که خواطر میشوند و میگن راضی نیستم که به این کار راضی نیستند و برای فرزندها مثل مادر شوهرم حق دارد در این وقت به خانه استاد بگیرید. از طریقه زوم شما با درس در آمدید، فرزنداتون در خانه هر روز درسشون سپارند یا یگان استاد نزدیکتر کوبید. من به جای شما می بودم، یعنی هم از جهت شرعی هم از جهت عقلی، مادامی که پدر نه اینکه دشمنی با اسلام دارد فقط به خاطر راهی دور این رو میگوید، در اینجا با شوهرم مصلحت میکردم و یک استاد نزدیک میافتم یا از طریق اینترنت به بچه‌ام درس میگرفتم. 60 کیلومتر خصوصا در روسیه در حقیقت هم خطرناک است هم راهی دور است. راه دور هستن 2 ساعت. اما اگر میگفتید که ماهرو خواهر جان که شوهرم عموما ضد علم، بچه هیچ قرآن نخواند میگوید، برای من اصلا مولا شدن لازم نیست میگوید، در اینجا میگفتم با این شوهر زندگی چی لازمه؟ این پدرم فرزندها رو روزش رو سیاه میکند. اما از گفت شما فقط به خاطر راه و دوری خواطر است و دیر آمدن خواطر است. خیلی نه؟ در این وقت شوهرتو مصلحت کنید خواهرم. در خانه هم میشود که یک استاد بگیرید، شاید یک کم پول دهید، پول زیادتر باشد، لیکن بچه‌تون در پیش چشمتون. سلامت باشید.